سلام، با چالش 10 روز 10 آموزش پایه خیاطی در خدمتتون هستیم. روز پنجم آموزش بالاترین یک گشاد. اندازه های لازم رو براتون نوشتم. اندازه ها رو می‌نویسیم. دو خط عمود به هم رسم می‌کنیم. از نقطه صفرش به اندازه 1.5 پایین اومده و به اندازه 1/5 دور گردن منهای 7 خارج میشیم. هلال پشت یقمون رو رسم می‌کنیم. از این نقطه بالایی به اندازه بلندی کف حلقه به اضافه 2 تا 2.5 سانتی پایین اومده خط کف حلقه‌مون رو رسم می‌کنیم. برای اینکه گشادی لباس مشخص بشه روی خط کف حلقه 1/2 دور سینه به اضافه 7 سانتی اضافه می‌کنیم. عمودی به بالا و پایین رسم می‌کنیم تا خط CFمون مشخص بشه. باز از این نقطه بالا به اندازه بلندی بالاتنه پشت پایین میایم، خط کمر لباس رو رسم می‌کنیم. از خط کمر به اندازه بلندی باسن پایین میایم و خط باسن رو رسم می‌کنیم. در مرحله بعد به اندازه 1/5 کف حلقه پایین اومده یه خط عمودی رسم می‌کنیم. خیلی بلند نمی‌کشیمش. گوشه صفر عددمون رو اینجا می‌زنیم و به اندازه سر شانه‌مون جایی که این خط رو قطع کنه شیب سر شانه‌مون رو رسم می‌کنیم. برای قسمت کارور پشتمون روی خط کف حلقه 1/2 کارور پشت به اضافه 1 بیرون میان، به بالا عمودی رسم می‌کنیم. وسطش رو هم حتما مشخص می‌کنیم. حالا میریم تو قسمت جلو. گفتیم که ما اینجا وسط جلو رو مشخص کردیم. از خط کف حلقه به اندازه بلندی کف حلقمون به اضافه اختلاف بالاتنه پشت و جلو که قاعدتاً بالاتنه پشت همیشه کمی بلندتر هست بالا رفته یه عمود کوتاهی رسم می‌کنیم. روی این عمود 1/5 دور گردن منهای 7/10 اینجا میان، 1/5 دور گردن منهای 2/10 پایین میان. این دو نقطه رو با هلال به هم رسم می‌کنیم. گودی گردن ما شکل میگیره. پهنای پنس سرشونمون چون الگومون گشاده نصف اندازه استاندارد رسم میشه. روی خط کف حلقه از وسط جلو 1/2 فاصله سینه وارد میشیم. نوک سینه‌مون رو رسم می‌کنیم. دو طرف پنس رو به نوک سینه رسم می‌کنیم. پنس سر شانه ما شکل میگیره. از انتهای خطی که واسه شیب شانه پشت رسم کرده بودیم 2 تا 3 سانتی پایین میایم، یه خط افقی دیگه میکشیم و از گوشه سرشونه عدد سرشونه جلو رو طوری رسم میکنیم که این خط رو قطع کنیم. برای کارور جلو 1/2 کارور جلو به اضافه 1 و به اندازه نصف پهنای پنسمون اینجا علامت میزنیم. خطی عمود به بالا رسم میکنیم و باز وسطش رو مشخص میکنیم. خیلی راحت برای رسم حلقه هامون باید این خط پهلو رو پیدا کنیم. بین این دو تا خط عمود رو پیدا میکنیم، وسطش به سمت پایین عمود میکنیم. این خط پهلو خواهد بود. حالا میخوام حلقه هامو رو رسم کنم. توی هر زاویه 2.2 تا 2.5 اجازه دارم به بیرون برم. از خط پهلو به 2.5 سانتی وصل کرده به کارارم هلال میکنم و با خط تقریبا صاف به سرشونه تموم میکنم. قسمت جلو باز همین کار میکنم. 2.5 سانتی بیرون میدم. از خط پهلو هلال میکنم تا کارور و با خط تقریبا صاف به سرشونه تموم میکنم. این الگوی بالاتنه پشته. اگه سوالی داشتید حتما بپرسید چون در مراحل بعد الگوهای سخت‌تری رو آموزش خواهیم داد. امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. موفق باشید.